من به ساحل فرش خاکی نزدیک میشم. علت اینکه به اینجا میگن ساحل فرش خاکی اینه که هر سال با خاک‌های رنگی خود جزیره هرمز اینجا فرشی رو لب ساحل درست میکنن. تقریبا دارم میبینم اینجا رو. بریم با هم ببینیم چطوره. اینجا ساحل فرش خاکیه. هر سال بهمن ماه اینجا با خاک جزیره هرمز، همون خاکای رنگی، فرش درست میکنن کنار ساحل. البته توی این ساحل پرنده های مهاجر زیادی هم میان که الان خیلی کمن و روی اون تخت سنگ اونجا هستن الان که میبینمشون از اینجا تقریبا. رسیدم به دره رنگین کمان. میخوام برم یه گشتی داخل دره بزنم. با من همراه باشید. دره رنگین کمان یه جورایی معدن همه خاک‌های رنگی جزیره است که باهاش صنایع دستی و تابلوهاشون رو درست میکنن. رنگ‌هایی که توی فرش خاکی استفاده میشه. از کانیای مختلف این رنگ‌ها به وجود اومده. مصارف دارویی داره. اینجا مسیر رودخانه هست توی این دره که من دارم ازش عبور میکنم که وقتی که بارندگی میشه رنگ‌ها رو با خودش میشوره و میاره یه رودخونه رنگی درست میکنه که ترکیب این رنگ‌ها هم توی فصل زمستان که بارندگی هست اینجا خیلی قشنگ میشه. یه نوع سنگ هم اینجا هست که به طلای ابله معروفه و دقیقاً شبیه سنگ طلاه ولی طلا نیست. روبروم یه کوه سفید رنگه که از جنس آهکه. نمونه این کوه تو مسیر بعدیم که میخوام به مقصد بعدی برم تو کناره جاده است. فوق‌العاده زیباست. که این رنگا رو ببینم. رنگ زرد، رنگ ترکیب این رنگا واقعا چجوری وجود اومده. رنگشون هم میمونه قشنگ روی دست. اصلا تغییر رنگ‌ها اینجا خیلی قشنگه. مشکی به قرمز، قرمز به زرد، سفید. قدم زدن وسط همه این رنگ‌ها یه چیزی رو خیلی خوب میتونه بهم ثابت کنه. چه قدرت بزرگی، چه نظم بزرگی تونسته همه اینا رو کنار هم دیگه بچینه. فکر میکنم دوراهی رو اومدم این طرف به انتهای مسیر رسیدم.